چند سال پیش ما یک صحبت داشتیم در بابت این که یکی از شرطهای داخل شدن جنت این پاک بودن انسانی که جنت داخل می شود اون هست، باید پاک باشد. البته پاکی از گناه. و در آن صحبت ما گفتیم که وقتی که بنده مؤمن گناه میکند الله تعالی مؤمن را دوست می‌دارد، می‌خواهد که بنده مؤمن در جنت باشد و شرط گذاشته خدا این است که باید جنتی پاک باشد، چون که فرشته ها هم وقتی که جنتی ها را پیشواز میگیرند همین گونه میگویند که سلام علیکم، سلامتی بر شما باد، طیبتم، شما پاک شدید، فادخلوها خالدین، اکنون داخل جنت شوید و برای همیشه در جنت مانید. الله تعالی برای همین چند مرحله معین کرده است برای پاکسازی ما و شما. بعضی اونها اختیاری هستند، بعضی اونها مجبوری هستند. اگر ما با اختیار خودمان را پاک نساختیم مجبور هستیم که الله تعالی ما را پاک بسازد. تا که پاک نشویم داخل جنت نمی شویم. یکی از اون مرحله های اختیاری بود، من صحبت کردم، استغفار هست. این کلمه عربی هست، استغفار، طلب آمرزش کردن از پروردگار. معنای لغوی استغفار همین هست. استغفار در شریعت چی را میگویند؟ تعریف استغفار چیست؟ علما فرمودند که استغفار این هست که طلب العبد من ربه ان یمحو ذنوبه و یستر عیوبه. بنده از پروردگار طلب میکند که خدایا گناه من را بیامرز و ببخش و عیب کرده من را پنهان کن. در استغفار دو چیز بوده است. یک طلب کردن از خدا که همین کمبوده که من کردم، همین معصیت و نافرمانی را که العیاذ بالله انجام دادم این را ببخش. دوم این که همین گناه کرده من را پرده پوشی کن، از چشم مردم این را پنهان کن، هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا هم شرمنده هم نکن، در آخرت هم شرمنده هم نکن. و من اسمائه تعالی الغفور، ای الذی یتجاوز عن ذنوب عباده و یستر عیوبهم. علما فرمودند که یکی از نامهای خداوند هست الغفور. در زبان عربی این را صیغه مبالغه میگویند، بسیار آمرزنده. ترجمه تاجیکیش بیانگر خود معنا نمی شود. ترجمه هر زبانی که کنیم این ترجمه افاده تمام معنای نام پروردگار را نمی کند، چون که الغفور تنها بخشنده و آمرزنده نیست. فرمود که غفور کی هست؟ الذی یتجاوز عن ذنوب عباده و یستر عیوبهم. غفور آن ذات را میگویند که از گناهان بندگانش چشم پوشی میکند، درگذر میکند، میبخشد اونها را و عیبهای اونها را هم میپوشاند. غفور را به هر زبان ترجمه کنند همین قدر ترجمه میکنند که مغفرت کننده یا آمرزنده یا بخشنده. لیکن معنای غفور این تنها نبوده است، هم میبخشیده است و هم عیب بنده را باز میپوشانده است، اون را پرده میکرده است، هم در دنیا و هم در آخرت. الله تعالی به برکت این نامش همه اون گناهانی که از ما صادر شدن اونها را ببخشد و بیامرزد و اونها را پرده کند از چشمهای مردم، هم در دنیا و هم در میدان محشر.
اصله فی اللغة من المغفر. غفره در زبان عربی به معنای پوشاندن هست، ستر کردن هست و از همین چیز هست در زبان عربی یک چیزی را مغفر میگویند. مغفر چرا میگویند؟ کلاه آهنی که انسان رزمنده و جنگاور در سر خودش میکند، سرش را میپوشاند تا که تیر به سرش اصابت نکند. علما فرمودند که مغفر هم از غفره گرفته شده است، پس معنای مغفر هست همون کلاهی که سر را می پوشاند و مغفرت خدا هم پوشاندن گناه را در بر می گیرد.